الله الرحمن الرحیم. با ویدیو آموزش نرم افزار حسابداری جوانی پرشیا در خدمتتون هستم. من کریمی هستم از تیم پشتیبانی نرم افزار. انشاءالله بتونم مجموعه آموزش خوبی رو براتون ارائه بدم. در ابتدا توضیحات رو در مورد نرم افزار خدمتتون ارائه میدم. نرم افزار حسابداری جوانی پرشیا در نسخه فروشگاهی شرکتی عرضه شده که قابل استفاده برای اصناف و زیر مجموعه‌اش و شرکت‌های کوچکی است. این نرم افزار دارای گزارشات قدرتمند خرید و فروش، رابط کاربری ساده و کاربرپسند و امکانات زیادی که در این مجموعه آموزش با اون آشنا خواهید شد که کارایی و سادگی رو به شما هدیه میکنه. با اجرای نرم افزار شروع میکنیم. نرم افزار در مود مدیر سیستم اجرا میشه. چند لحظه صبر میکنیم تا بالا بیاد. در اولین مرحله باید یه حساب مدیر سیستم ایجاد بکنید که تمام امکانات در اختیار مدیر سیستم قرار میده. از نام کاربری رو میتونید همونجوری که توضیحات ارائه شده میتونید فارسی هم بنویسید. ما ساده 6 تایی رو انتخاب میکنیم و کلمه عبور، تکرار کلمه عبور و ایجاد حساب مدیر. در مرحله بعد سال مالی و شرکت رو باید اینجا معرفی بکنیم. کد سال مالی رو 1 میزنیم، سال مالی 93، تاریخ مثلا 01. تاریخ رو به صورت سال، ماه و روز باید وارد بکنید. 1393 و با کلید تب میتونید بین کنترل حرکت بکنید، نیاز به موس نیست. و 1394 در قسمت پایین اطلاعات شرکتتون وارد میکنید. فناوری استانتون، شهرستان مثلا اینجا شیراز، نام مسئولتون، مسئول اون فروشگاه یا شرکت، کد اقتصادی، تلفن، اجازه بدید من تلفن ثابت اینجا وارد کنم، موبایل، نوع شخصی میتونه حقیقی یا حقوقی، غیر دولتی یا حقوقی خصوصی باشه، شماره ثبت مثلا و وضعیت ثبت نام در سایت که اینجا سایت امور مالیاتی مد نظره که ثبت نام نکردیم، آدرس و استان فارس مثلا و تایید. صفحه اصلی نرم افزار رو مشاهده میکنید که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. در قسمت اول بعد معرفی قسمت‌های مختلف نرم افزار می‌پردازیم و انشاءالله در قسمت‌های بعد وارد جزئیات میشیم. در منوی بالا نوار ریبون رو مشاهده میکنید که به سبک آفیس 2010 به بالا طراحی شده که آشنایی رو به کاربر بده. شامل تب‌های مختلفی است: عملیات پایه، دریافت پرداخت، خرید و فروش، اسناد حساب‌ها، گزارشات، امکانات و راهنمایی. در این قسمت وسط صفحه نمایش خلاصه وضعیت سیستم نمایش داده میشه. شامل حساب‌های دریافتنی، پرداختنی، سود بدون اعتبار مالیات، درآمد. با تعویض تب‌ها این هم عوض میشه: درآمد، خرید و فروش، هزینه‌های هر ماه. به صورت لحظه‌ای و هر عملیاتی که شما انجام بدید اینجا منعکس میشه. بدهیاتون، درآمدها و در قسمت راست اون گزینه‌هایی که
بیشتر تو گزارشات بیشتر به دردتون میخوره، تو صفحه اصلی گذاشته شده که سریع بهش دسترسی داشته باشید. و در قسمت راست هم اون تب‌ها و گزینه‌های مهم برای دسترسی سریع قرار داده شده. برای هر گزینه‌ای یک کلید میانبر تعریف شده که شما با هر روش که برید نمایش داده میشه. مثلا برای فاکتورها، فاکتور فروش اینسرت، بارکد خوان، F12، صدور فاکتور سریع هوم، فروش اقساطی F8 و این. در پایین هم نام کاربر جاری و سال مالی نمایش داده میشه و نسخه نرم افزار. و عملیات پایه میریم. در عملیات پایه اطلاعات اولیه سیستم و فروشگاه یا شرکت شما میتونید تعریف بکنید. سال مالی و شرکت، صندوق مالی که به صورت نامحدود میتونید تعریف بکنید. همه آپشن‌های این نرم افزار محدودیتی نداره. مثلا شما انبار بدون محدودیت میتونید چندین انبار تعریف بکنید و کالای زیر مجموعه اون انبار. خدمات، فروش و درآمد روزانه‌تون میتونید اینجا ثبت بکنید و هزینه‌هاتون، بانک و حساب‌های بانکی رو در این قسمت، فروشندگانتون. شما مثلا فروشگاهتون چند تا فروشنده داره، همه رو اینجا میتونید ثبت بکنید. مشتریان و تامین کنندگان. مشتریان تو مشخصه، تامین کنندگان اون فرد یا شرکت یا گروهی که شما کالاتون از اون میگیرید. و تنظیمات که در عملیات پایه واقع شد. در طرف دریافت چک و پرداخت چک، اینجا میتونید به طور کامل چکات رو مدیریت بکنید. دریافت پرداخت نقدی در این قسمت، انتقال بین صندوق. اون صندوقایی که تعریف کردید میتونید وش و بین صندوقاتون اینجا انتقال بدید و شارژ صندوق. میخواید پول دستی به حساب صندوق وارد بکنید از این قسمت. و خرید و فروش که مهمترین قسمت یک فروشگاه رو شامل میشه، شامل صدور فاکتور خرید، بازگشت از خرید، صدور فاکتور فروش، بازگشت از فروش، صدور پیش فاکتور، صدور فاکتور سریع، بارکد خوان و فروش اقساطی هستش که حالا بعدا در قسمت‌های بعدی این آموزش خدمتتون توضیح میدم که اینا به چه صورت هستش. تو اسناد حساب‌ها بیشتر برای شرکت کوچیک کاربرد داره. شما حساب کل، حساب معین رو میتونید تعریف بکنید و صدور سند حسابداری. تو گزارشات اسناد حسابداری اینجا میتونید مدیریت کامل اسناد حسابداری داشته باشید. گزارش دفتر معین و سود و زیان یکی از قسمت‌های مهم نرم افزار هستش. گزارشات فروش نقطه قوت نرم افزار محسوب میشه. گزارشات کلی فروشتون، گزارش بر اساس فروشنده‌هاتون، فروشنده‌های برتر اینجا میتونید مشاهده بکنید و مشتریان برترتون که بیشترین خرید از شما داشتن و فاکتورات. گزارشات دارایی که ارسال معاملات فصلی به اداره دارایی هستش، از اینجا میتونید اقدام بکنید. لیست فاکتوراتون، فاکتور خرید، فروش و فروش اقساطیتون اینجاست. و لیست چک‌ها، دریافت پرداخت و حساب‌های بانکی. تبع امکانات شامل تغییر کاربر، شما چند کاربر دارید و میخواید تغییر کاربر بدید، نسخه پشتیبان از اطلاعات پایگاه داده‌تون، تعریف کاربران مثل نامحدود و تعریف سطوح دسترسی برای هر کاربر که هر کاربر بتونه. مدیر سیستم اینجا محدودیت رو برای کاربران میذاره که بتونن 20 قسمت برن یا نتونن برن. تا تاریخچه ورود کاربر، مدیر سیستم بدون هر کاربری در چه ساعت از شب اون روز وارد شد. ماشین حساب مهیا هست و یه قرارنامه ملاقات یادداشته و وظایفتون رو اینجا میتونید ثبت بکنید که بعدا بهتون یادآوری بشه. راهنما هم راهنمای برنامه به صورت کامل مهیا هست برای آموزش و ارتباط با سایت نرم افزار
اگه درخواست پشتیبانی داشته باشید از این قسمت و به روز آثار نرم افزار هم به صورت کاملا رایگان از داخل نرم افزار مهیا است. از این قسمت ثبت نرم افزار که کد فعالسازی رو وارد می‌کنید. خب در این قسمت مقدماتی معرفی نرم افزار در این الان به پایان رسید. انشاءالله در قسمت‌های بعد با جزئیات و تمام عملیات سیستم در خدمتتون خواهیم بود. با امید دیدار.